مادر هستم که تینجیره میخوام. منم تینجیره میخوام. تو وضعیت افغانستان دیده سی. آی چرا فقط دستای شما افغانستان پس که دقیقاً مادر ما چی گپ زدن پس کم تو گپ زدن گرفت شما دوجا گپ زدن. چرا فقط شما افغانستان میگن، سوریه میگن، عراق میگن؟ ما او اهالی بزرگ نیستیم که نیاز به سوریه و عراق داشته باشیم. بس کنین دیگه پورا. شما دیگه با این برنامه پیش رفتن نمیتونین مردم. ای چاپلوس، ای خواهر، ای مادر، ای کسی که حکومت کنونی را دستگیری میکنی. الکی شما باز هم میگم مرحله نو بگیرین. با دستاوردها تو این میدان بیاین. الو. بله. سلام علیکم. علیکم سلام. امی زنکای تاجیک وزی برنامه های کینوی ترکی هست که خب اما را هر یک سریال شد به صبرانه منتظر میشن برای تماشا کردن. و اما که برنامه های خطاب به صبرانه منتظر میشیم که او در مطل خلقی گفتگیان که دشمن هیچ نیافت میگه دمی سگت کجلای. خب از همینجا روی خطی نرخی وی مدال المپیسکی را برآوردی. همه را گفتی گروزیا، قزاقستان، آذربایجان های همشه. همینجا در روسیه یک مملکتی ابرقدرت 54,000. خب خب تاجیکستان یک دولتی 30 ساله جوان. روسیه هم سخنمون خیلی 30 سال چه استقلال به دست آورده است. 27,000. روسیه هم 30 سال چه استقلال به دست آورده است. روسیه مملکتی ابرقدرت است. روسیه بعد جنگ شهروندی نیست. خب تو این چیزام به نظر بگیر. گروزیا چی با گرجستان چی؟ قرقیزستان چی؟ نیافتی دو میساگت کجالا تو همو چیزا کردستی. قرقیزستان چی خیلی قرقیزستان؟ از یعنی در برنامه‌ات میگی که ما سخن مادرها را زنها را در شخصیت زن و مادر تاجیک نمیرسونم. خیلی خب انا تو گوش که ما گپ زنم بعد تو گپوتا بگو. خب ما اینا همچون یک طرفداری حکومتی کنونی امامعلی رحمانوف. خب اگر چی خیلی بگی تو چالپوس میگی. نه شما چالپوس نیستین. چیزی که میگی من این طرفداری حکومتی رحمانوف. خیلی خوب. انا که درباره ورزشگرا گفتستی این خیلی کدن اون خیلی کدن که خدا نصیب ندیده بدهی پهلوانی تاجیکا که امروز برآمدی امین بری بلند گپ میزنی ایسوس همین دهن مردی پهلوان ای همین خیلی از من دهن اونقدی میرم توکیو پهلوان شده میبیام. برای کن نه گوش کده نگاه که دیروز من هر کسی که دیروز بعضی ورزشگرای تاجیک پیروز شدن من امروز برآمدم تبریکشون کردم. چرا حکومت رحمانوف جوانان رو دستگیری نکرد خیلی؟ این سوال من لااقل از نام همین مردم برآمدم چرا حکومت تاجیکستان رستم رحمانوف چی میخرد چی میپوشه کاو یک توتی آزاده رحمان گم شده تمام رسانه‌ها دا نوشتن چرا امروز یک جوانی تاجیک قهرمان شده است مبارزه بوده دست بالا شده است لااقل در یک رسانه‌ای که رب به حکومت رحمان داره نگفتن جوان از نام حکومت تاجیکستان ما شما را میتبریکیم چرا نمیگن چرا خواهرزاده رحمانوف درگذشت حتی حکومت تاجیکستان پارلمان کشور اندوهگیر شده از گریه کرده است که بیچاره درگذشته است چرا این بچه دست بالا شده است حکومت خاموش است بوره لااقل مسئولیت سمت ورزش مسئولیت چرا اونها لااقل دو کلمه ننویسند درباره جوانو ما کو گفته است لااقل حاضر ما گفتم برای چی همین مطلع خلقی را آوردم اگر ما همین حکومتی امامعلی رحمان چیزی که کنه چی کاره کنه رسانه‌ای کنه اینن چی خیلی کنه شما یا بهانه میکنین شما یا چی میوین همین مقصد شما سیاه کردنی همین حکومتی حاضرای همین طرفداراتون که بدل خود شما طرفدارا دارین انا خدا به شکر حکومت امامعلی رحمان هم طرفدارا دارن انشالله اما مقصد و نیت شما که دارین هیچ وقت شما به مقصدتون نمیرسین رسانه‌ای هم که کنه شما گپ میوین همین یک گپ یافتی امامعلی رحمان حکومتش دامادش دخترش عیب است چرا عیب است چرا عیب است برای چی عیب است انا که مسئله ورزشگرا را گفتستی خب مسئله ورزشگرا را گفتسی خیلی توکیو رفتن نصیب ده نبوده چمپیون شدن نیومدن همین خیلی خب تو خرسند شدی ای همین
نه من ناراحت شدم با خاطر من با خاطر از مردم پرسش هستم. صبر کن اپا یه دقیقه صبر کن. من از مردم پرسش هستم که چرا مال و اقل چیز به دست نآورده. مشکلی در کجا بود؟ مردم کو جواب کرد؟ همین مردم به جا آمدگی ای تو یک بهانه گفته است که برنامه تو این روز من صد موضوع دیگه دارم. یعنی حاضر میمونم قیمت شوی نرخ نوا در بازار، قیمت شوی نرخ سوزشواری، لباسای مکتبی، بیزنس اویلای رحمانوف، ده ها و صدها موضوع است. میفهمی من میتونم دیگه موضوع گپ بزنم، اما برای من این نقطه مهم است. میخوام نظر مردم بشنوم که چرا ما این سال به دست نآوردیم. شاید مشکلی در کجا بود. شاید صبر کن یه دقیقه صبر کن. تو هیچ بهانه کی نیافتی تا نمی کار میکنی. تو اینمی درن همونجا استادگی تا زک پوشیدگی کرتاکی سفید گالستوکا که بستگی فقط یک مقصد داری. اما انتقادی تنقیدی دولتی جنایت است. جنایت است همین کار. همین کار جنایت است. همین کار جنایت است. ما یا مقصد داریم ما طرفداری حکومتی امامعلی بگذار باشی. من هیچ خلاف به خطا شما ندارم. لباس مکتبی این پرابلم که این کریزیس این همه چیزی که در تمام جهان همه مملکت‌ها در کدام کشور جهان صبر کن لباس مکتبیش نداشته باشه دیگه پرابلمش داره. صبر کن یه دقیقه تا آخر گپ زدم گوش کنم کو اینجا تمام کنیم. اگر یک بار اگر در گیر و دارهای افغانستان میبودی تو اگر یک سال جنگ شهروندی ناکامی و مرگ میری تاجیکستان بعد جنگ شهروندی به یاد می آوردی تو یک بار اگر در زیر بمبارانی سوریه میبودی بعد تو این روز گپ میزدی میارزید شکرانه میکردی تو امروز تمام تو خلاص یافتی یک گپا خلاص من گپا برای چی گفتم تا که دهن مردی پهلوان نه خلاص کردی انا که گوش کن یه دقیقه گوش کن. در همین روی دنیا چند کشور است پلوس مینوس تقریبا؟ آخی گوش که مرا خیلی سوال جواب ته شما که مرا سوال میته میگن جواب ته جواب سوال مرا جواب ته در روی دنیا چند کشور است؟ اگزامین اسپوریده استم پس منم اگزامین اسپوریده استم که باید سوالای شما رو جواب بدم. من مسئولیت ندارم سوال شما رو جواب بدم. خب در کار شوا لوبر جواب تمه خیلی جواب ته پس جواب ته پس جواب ته اخی وقتی اومدی بحث اومدی میخوای خاطی من بحث کنی سوال جواب ته تو چی خلکی انمی برزیدی تاجیک شوروندسی چی خلکی حکومت رحمانوف تنقید کردسی ما حکومت رحمانوف طرفداری اومدگیم. ما برای چی گفتم هر یک برنامه تر رنگ سریالش در خیلی خوب پس و یک جای بوم دکی رسید میبرم گار میزنم. اخبارای تاجیکستان همین خاطر تماشا نمیکنی که برنامه من دستگیری میکردن خودش به حال فرزندی نخواهد یک تایمو چیلیکی زیادتیه هم خلاسته خب اکمی تو دولت هم همی خلای دولت هم همی خلای یک چیلیکی زیادتی کشید و در دست اگر مانیش خلال میرسونه اگر بریشه جوش درد میکنه. چی میگه این؟ الان تو یک تاجیکه که یه روز یک منبری بدی تاریخ خودت با نفوذ تشکیل کرده ای با طرفدارای خودت داری انشالله حکومت رحمانوف هم خیلی منبری بزرگ داره. کنی یک منبرش برای ما بگو. یک منبر برای ما بگو. همین خیلی منبر داره حکومت رحمانوف. گوش کن تو نه همین خیلی منبر داره که برای همین جوانا رو از راه بگردونه داره. مرا گوش کن. داره چی با نداره؟ رنگی تو برنامه چه رکلام نمیکنه. رکلام نه برای مردم حقیقت بفهمونه که این جوان در اینجا دروغ گفته سر. چون من میتونم برنامه اثبات کردم. ما تو این خطا مخالفی میگیری زیدی دولت رحمانوف میگیری ها تا اگر مردا گفتی چی با وقتی که طرفدارای رحمانوف میبرن گام میزنن تو عصبی میشی تو عصبی نمیشم وقتی که حکومت امامعلی رحمان رو تنقید میکنن خیلی تو خرسان میشی او را همین پا بود میسی گپ زنن این خود تعریف کرده سی رحمان و من خرسان شده استم این خود تعریف کرده سی عصبی نیستم کو تا اخیرا مرد زن طرفداری رحمانوف گوش کن تا اخیرا طرفداری مرد زن اما خطا اگه من نمیدونم شما چند نفرک هستید ما 5000 شدیم ما 10000 شدیم ما 20000 شدیم ان شاء الله هیچ وقت شما به مقصدتون نمیرسید خدا دست شما نیست اگر رسیدیم چی اگر رسیدیم چی اگر رسیدیم چی این رفت خدایی که همه چیز به دست ما نصیب کرد چه که رحمانوف چه که میگه رحمانوف خدا داد از آیا سیلخواز اومده از پرزیدنت شده است شاید فردا ما میریم در سری منبر میشینیم بعد چیکار میشه
گوش کن خطا به شتاینندو اما طالبایی که امروز اینام دین و اسلام گپ زده زن کشته‌سیان مادر کشته‌سیان دختر 12 ساله اسیر گرفته به ناموسش تجاوز کرده شما انامو مقصد دارین شما آمدید خدا آخه طالب امروز گناهگار میکنین در داخل تاجیکستان دختری 12 ساله را تجاوز کردستان در سایر گلی لالا دخترها را بردن تجاوز کرد اون کی جواب میده بچه پهلوان برای در یک منبر رنگ دمی زنایی که نالیش میکنن غیبت میکنن کار فقط آخه هیچ کار کردن نمیتونی حکومتی رحمانوف باور کن خیلی نمیتونی شما چی گم کردین در این منبر نمیتونی چی میگوی من طرفدار حکومتی رحمانوف خیلی چی میگوی نباشم پس یکم تاثیر داشته است پس یکم درد میکنه یکم جورا مادر هستم که تینجیره میخوام عمرم تینجیره میخوام تو وضعیت افغانستان دیدی آی چرا فقط در سر شما افغانستان پس که یاد قن مادر ما چی گپ زدن پس گپ زدن گرفت شما دوجا گپ زدن چرا فقط شما افغانستان میگن سوریه میگن عراق میگن آخه در روی دنیا جهان عالم گیتی اینا می کدامشه که میفهمین از همین 4 تا یک چه بفهمین دنیا را میفهمین جهان را میفهمین عالم را میفهمین گیتی را میفهمین در همین 4 چیزی که ما گفتم آیا در که همون قدر دنیای بزرگ همین 3-4 کشور است چرا یک بار جوان دیدگاهش به سمت امریکا نمیروه چرا به سمت اروپا نمیروه چرا جوان سنگاپور نمیگه چرا جوان مالایزیا نمیگه چرا جوان کره نمیگه چرا دهها از ترکیه نمیگه چرا ازبکستان مثال گرجستان چرا ما در فکرهامون نیست آوردن فقط در فکر مردم طالب افغانستان سوریه کردستان تمام بچه در روی جهان زیاده از قریب 200 کشور است 190 کشور است اوخه چرا اونها را مثال نمیاریم او برین یک بار سنگاپور را برین سنگاپور 40 سال 45 50 سال شده است زیاد 70 سال شده است دولتداری میکنه بهترین از کشورهای دنیا شناسنامه‌اش یکمین شناسنامه در روی دنیا است میفهمید و چرا او را مثال نمی چرا ما او را نخواهیم هر جوانی که بر اومد گپ زد شما باید میگه که انا شما سوریه میخواین او شاید من سنگاپور میخوام شاید من ترکیه میخوام شاید من نمیدونم آلمان میخوام شاید من اتریش میخوام شاید من امریکا میخوام کانادا میخوام و من میخوام تاجیکستان و مالایزیا باشه میخوام کره باشه بهترین ماشین های اروپایی میخوام شاید وطن ما استحصال بکنه و چرا اینا مثال نمیارین یک جوان وقتی بر اومد گپ زد بالاش فقط تمسخر میکنن سوریه عراق افغانستان او بلیاز خدا یک بار یک پیشرفت نظر بکنین دور نظر بکنین آوردین شما فقط افغانستان اوخه همون معاشی که مردم افغانستان میگیرن از معاش ما دیده بالاتر است در حال جنگ است میفهمین در حال جنگ است من میدونم جنگ است من میدونم که مصیبت است در او کشور خدا نکنه وطنی ما به او حالت بیا من هیچگاه نمیخوام ما مثل سوریه بشیم من هیچگاه نمیخوام در سوریه هم رنگی رحمان و یک دیکتاتور است آمده است همین اصول پیش میبرند من هیچگاه چیزا نمیخوام اما هیچ با ما معنی نیست برفتن یک نظام دیگر آخه سوریه نمیشه در پیش چشمتون ازبکستان علی شد در پیش چشمتون و چرا سوریه نشد چرا عراق نشد چرا کردستان نشد چرا یک کشور جنگ زده دیگه نشد همون ازبکستان ماند کو قرقیزستان در پیش چشمون هر سال 5 سال در یک بار 4 سال در 2 بار عوض میشه و چرا افغانستان نشد چرا یک جوانی قرقیز نبرد بگه که انا برفتن او برگینبک قربانگل دیگرش چیکار میشه تاجیکستان ما مثل سوریه میشه چرا نمیگه همین جوانی ما فقط مردم ما را در فرهنگ جا کردن در مکتب در مدرسه جا کردن تروریست اکستریمیست آخه دنیا پیش رفته است علم پیش رفته است ترقیات پیش رفته است آخه دیگر نمیشه با او فهمیشی پس دیگر در میدان پیاده شد با این فهمیش دیگر شما پیروز شده نمیتونین یک مردم شما را شونید است دیگه
یک گروه من اومدم در بهترین کشورهای دنیا زندگی دارم، الکی من میخوام در جامعه این نظام پیاده بکنم. اگر من در افغانستان میزیستم، در سوریه میزیستم، در عراق میزیستم، خب من متهم به اون میکنین که شما میخواین همین یک نظامی که در افغانستان و سوریه از بیارین. و من اومدم امروز در بهترین کشور وقتی میبینم کودک از زمان در بطن مادرش پیدا میشوه، نظام دولت او را دستگیری میکنه و من میخوام اون نظام باشه در کشور من. وقتی من مکتب میرم تمام مصرف‌های من از جانب دولت است و پس من میخوام اون نظام باشه در دولتم. من وقتی دانشجو هستم دولت مرا دستگیری میکنه، پس من میخوام اون نظام باشه در کشورم. وقتی یک زن، یک بیوه‌زن، یک یتیم بیکار است، بی پول است، نظام دولتداری او را کمک میکنه و پس من میخوام اون نظام باشه در وطنم. و من را با چشمام دیدم، در عملی آمدم دیدم واقعا. شاید برای بعضی افسانه باشه، شاید بعضی از چاپلوس‌ها افسانه بشنوند. این افسانه نیست مردم، این حقیقت داره، این ریالی است، چیزی حقیقت داره که من با چشمم دیدم و ده ها و صدها مهاجر دیگه در این کشور دیده است که یک کودک در بطن مادرش وقتی پیدا میشوه، وقتی میری از دکتر میگذری، از گینکولوگ میگذری که میگه همین زن در بطنش فرزند داره، میری در دولت قید میگذاری، کمپانی های هستن، سازمان های هستن، دستگیری میکنن، کمک میکنن اون مادری که حامله است. میفهمین؟ تیپ های مخصوص هست، دعوت جای مخصوص هست، میرای در اونجا از لحاظ سلامتی تمرین میکنی، میرای برای تو اگر بیماری روحی داری، عصبت خراب است، مخصوص جای اون مادر رو میبرن استراحت بکنن تا که خسته نشود، چون فرزند سالم به دنیا بیاید. و ما این نظام وقتی میبینیم با اون خاطر میگیم که ای مردم، و من نظامی را نمیخوام که در اونجا خونریزی باشه، یا گروه بسیار اون نظامی را نمیخواد که در اونجا جنگ باشه، قتال باشه. یک بار کشتین، یک بار ملت بدبخت کردیم، یک بار ملت آواره کردیم، نسل این ملت از بین بردیم. 100 سال پیش هم همین ملت تا امروز از بین بردن. بس است، بس. ولی من حیران این هستم که هر گاهی که نه فقط من، نه فقط گروه 24، هر جوانی که میبرو گپ میزنه، یک کمی ریش داره، یک کمی نمیدونم با ادبانه و کمی با معاشرت خوب گپ میزنه، تمام. انا شما سوریه میخواین، شما عراق میخواین، شما فلسطین میخواین. نه مردم، این چیز نیست. در پارلمان اروپا مردم با ریش میشینن، مردم با مشلپه هاشون میشینن، مردم با حجاب میشینه. در بعضی کشورها نظام هایی هستن که زن و مرد حجاب و ریش داره. او هیچ نظام فرسوده نیست. ولی شما آمدین چرا دوبای هم مثال نمیورین که برای یک عائله که فرزندش از بیماری کرونا ویروس گرفته زیاده از $100,000 میخواد کمک بکنه، و وقتی من اون نظام میخوام که مردم تاجیکستان باید این طور زندگی کنه که دولت تاجیکستان، حکومتی که هست، پولی که داخل میشوه آقا دزدی نباشه، غارت نباشه، مالی مردم دزدیده نشوه، فرزندی رئیس کرال زندگی نکنه. اگر همه پول تقسیم شوه برای همه زندگی میرسه. ما او اهالی بزرگ نیستیم که نیاز به سوریه و عراق داشته باشیم. بس کنین دیگه پورا. شما دیگه با این برنامه پیش رفته نمیتونین. ای مردم، ای چاپلوس، ای خواهر، ای مادر، ای کسی که حکومت کنونی را دستگیری میکنی، الکی شما باز هم میگم مرحله نو بگیرین، با دستاوردهاتون این میدان بیاین. مردم دیگه ما را میدونه زیاده از 2000 3000 تا 150 تا 200,000 یک نوار را تماشا میکنه. اگر از 200,000 آیا همین 200,000 همش مریض است؟ آیا همین 200,000 همه نمیدونم فهمیش نداره که ما فریبشون میکنیم؟ او در بین اونها بهترین از متخصص است که گوش میکنه. این چیزاری برنامه است، گوش میکنه که ما چی میگیم و تحلیل میکنه، میآموزه. هر نقطه‌ای که خطا است میگه دادرم بچه‌م اینجا خطا است، ایرا نگو، این ایش خوبتر از این نظام بهتر است. اما من حیرانی فهمیش شما باشم، حیرانی فرهنگ شما باشم. همه که شروع کردی بسم الله الرحمن الرحیم سر کردی برنامه را، عراق، سوریه امروز از بین رفت. سوریه طالب امروز آمده است در میدان نبرد، او را با مثال میارن، او را با مثال میارن. فردا اگر طالب بیان نظام بسازه در افغانستان، با میدوین طرفی همو با حکومت یکمین حکومت رحمانوف است که سلام علیکم آقای فلانی، مستر فلانی، خواب شما را با تبریک میکنیم به سر منبر آمدنتون، در ان شاء الله امیدوارم روابط های ما خوب میشه. این سیاست است، میفهمین؟ اینا میگن سیاست. تا امروز سنگش میزد، تا امروز میرفت از تمام دنیا پول میگیرد که انا آنها میبیان. اگر فردا رفت و یک نظام در افغانستان اونها پیاده کردن، تمام بهنتون چی میشه و با کدام پهلو میرین؟ گیجا میرین، با گیجا میرین. الکی سوریه از بین رفته است دیگه، خلاص رفت. اینجا را مثال آوردین.
اینجا هم رفت و یک نظام دیگر آمد، با گیجا میرین، با بچه گناهکارمان میکنین. رفت و در تمام دنیا صلح شد، جنگ نیست، خلاص. گیجا را مثال میارین. آیا میتونین جواب داده؟